کارتای تاروتی که برای شما موجود کردم، پارت دوم. دلم میخواد که این سری بریم سراغ کارتای اوراکل. کارت اوراکل با کارت تاروت متفاوته، ولی اصولا وقتی که میخوان فال بگیرن کنار تاروت یه دونه یا دوتا هم اوراکل براتون میکشن. بیشتر حال هوای اینو داره که یونیورس و کائنات چه جمله‌ای میخواد بهت بگه، تو الان نیاز داری که از دنیا چی بشنوی. خب حالا بریم طرحاشو ببینیم با هم دیگه. قبل اینکه بهتون طرح‌ها رو نشون بدم، مثل ویدیوی قبلی دلم میخواد که یه نیت بکنی ببینی که دنیا و کائنات میخواد بهت چی بگه این دفعه. خب بریم برای کارت اول. The Seas of Mintaka. ببینید که بخوایم این کارت رو با هم دیگه تفسیر کنیم، به صورت کلی احساس می‌کنم داره بهت میگه که زمان شفافیت، زمانیه که حقیقت رو ببینی، مثل همین آب زلالی که داره ته دریا رو بهت نشون میده. بهتره که چشاتو باز کنی و با خودت صادق باشی. ببین شاید داری یه جاهای خودتو گول میزنی و نمیخوای واقعیت رو ببینی، ولی این کارت برات اومده که بهت یادآوری کنه الان زمانیه که باید با واقعیت روبرو بشی. حتی میتونه به این باشه که میتونه به این تفسیر بشه که ممکنه یک رازی برات برملا بشه، نذاری یه سری چیزا گولت بزنه، یه سری ظواهر یا یه سری حرفا، به خودت رجوع کن، ببین که حس خودت چی داره میگه، درون خودت، جوابش درون خودته. و چقدر جالب که این دریا افتاده، حالا امروز این منگلای آبیمو انداختم، این به نظرم به وایب این خورد. و اینکه آره اگر بخوام کلا برات جمع بندی بکنم، به نظرم داره بهت یونیورس داره بهت میگه چشاتو باز کن، گول ظواهر رو نخور و به خودت رجوع کن، ببین که خود واقعی، خود درونیت داره بهت چی میگه. خوبی این کارت اینه که هیچ کارت منفی داخلش نیست مثل تاروت که بخواد تفسیرای حالا مثبت یا منفی داشته باشه. تمام پر از تصویرها و جمله‌های مثبته که تو میتونی هر روز با خودت مرورشون کنی و هر روز یه کارت جدید برای خودت بکشی و واسه استفاده روزانه برای اون انرژی که شاید صبح لازم داری بلند شی و زندگی تو شروع کنی، میتونی ازشون استفاده بکنی.